پاییز برگریزان، پاییزی که آماده میشه برای نو شدن، آماده میشه که کهنه ها را از خودش دور بکنه. این جامعه، طبیعت، جهان همیشه پوست اندازی میکنه. نگران نباشید، مطمئن باشید همه کدورت ها، همه ناپاکی ها، همه ناخالصی ها همه از بین میره. باز بهار خواهد آمد، باز بهار خواهد آمد و ما میتونیم در اون قدم بزنیم، زیبایی های اون لذت ببریم، با هم باشیم و بخندیم. درود بر شما، درود بر همه ایرانیان پاک نهاد. این پاییز خانسار هست. مطمئن باشید همونجور که پاییز میاد به همراه خودش ناپاکی ها، کثافت ها رو با خودش میبره، این جامعه ما هم دوباره نو خواهد شد.